آقا مولا شما را امروز یزید به مجلسش خواسته. امام حرکت کرد، میداند که مشیت خدا چطوری است. زینب آمد دست به گردن امام زین العابدین انداخت. برادرزاده میترسم شما را یزید به شهادت برساند. نه اما بگذار، مشیت خدا اینجور اقتضا کرده باید امروز امام زین العابدین مجلس یزید برن، چون نوبت من بر رفتن خدا به من اجازه داده، باید برم. آمد، زمانی که آمد نشست در یک گوشه مجلس. خدا قسمت کند برین ببینید. بنده رفتم دیدم او جایی که یزید در مسجد اموی شام، او جایی که یزید می‌نشسته او فرق میکنه. او جایی بسیار بلند مرفع اساس، او جایی که اهل بیت می‌نشسته او فرق میکنه. شکنجه روحیه دی نه. یزید خطیبش گفت برو بالای منبر به حیاگی کو. صفت سفیان آل سفیان، دشنام به علی و آل علی، یعنی به حیاگی. امام زین العابدین دلش به درد آمد، رو کرد به خطیب و خاطر رضای مخلوق خشم خالق به جانت خریده، آتش جهنم به جانت خریده. رو کرد به یزید به من اجازه بده که بالای همون شبها برم. لعنت به علی، لعنت به علی، درد مردم رو درمان نمی کند. یا الله اجازه بده برم اونجا حرف را بگم که دردهای درونی مردم درمان شوند. یزید اجازه نمیدن. یک پیرمرد نزدیک امام زین العابدین بود، رو کرد به امام زین العابدین. خیلی عجیبه نه؟ گفت شما اهل منبر هستید؟ به اهل منبر میگه شما اهل منبر هستید. امام فرمود تو اجازه بگیر، تو واسطه شو به من اجازه اخذ کن. و زمان متوجه میشه که من اهل منبر هستم یا نیستم. نه برعکس، کاش یزید اجازه هم نمیدادی. اما یه حرف دیگه می به عوض که اجازه بدن چی طعنه میزند به امام زین العابدین؟ چی طعنه، چی زبان درازی میکند به امام زین العابدین؟ به عوض که اجازه منبر بده طعنه میزند به امام شما. شاعر مضمون گفته های یزید رو به شعر سرود. اگر صدا یاری که دیگه 2 شعر بخواند چه طعنه میزنه؟ گفتم سر فقنا و تو عسیرین زمان در دست من. به عوضی که اجازه منبر میگیری توی یک آدمی اسیری، تا به حال خیال پردازی میکنی، طعنه میزنه به امام زین العابدین. فقط امی قدر طعنه؟ نه طعنه بالاتر از این. چی میگه؟ تا هنوز سر نرفت سرور بالای که من بر ندار خارجی. که به شما خدای لیاقت داده که خارجی شما منبر بید. به این حرفا میخواد امام زین العابدین توهین کنه. همه از مجلس بلند شد، حتی پسر یزید گفت پدر اجازه بده. گفت نه تو نمیدانی، من میدانم. اگر به اینا اجازه من بر بدم تو میدانی که چی به بار میارد. اجازه نمیدم. همه از مجلس بلند شد. اجازه بده. یه آدم ضعیف، یه آدمی که مقید به قل و زنجیر چیزا رو نمیتونه بالای من بر بگه، آدمی که مریض، اجازه بده. ناچار یزید اجازه داد. مردم هم همه نگاه میکنن منتظرن. آقا از جایش بلند شد. یا صاحب الزمان شد صدا یه زنجره حجت بلند با چشمها بر سوی حجت جلوه و نرم آهسته خزیدن و قطر خون ز پایش می چکید. آقا آمد بالای منبر. کاش دست پای آقا باز، مقید به قول. آقا مریض اول نفس راحت کرد، بعد از او پله های منبر شمار کرد،
بعد از او حمد خدا کرد، بعد از او رو کرد به یزید یا زهرا. صدا زد یزید شب گذشته صحرای محشر در خواب دیدی نه؟ از پیغمبر طلب یاب کردی، پیغمبر از تو رو گردانید. گفت تا به کی یوسف مرا در کنج زندان نگاه میکنی؟ یزید خجالت زده گفت علی ابن الحسین، من همین یوسف زندان نشینی پیغمبر نمیشناسم کیه؟ امام فرمود گوش بده، مضمون کلمات مولایتون رو گوش بدین. یزید گوش بده که من برایت معرفی کنم. یا سید سجاد گفت ای بچه‌ر و یوسف زندانم امروز خون جگر و جد من در پای من برای یزید و ای ستا دست و بارشی سفید. امام زین العابدین بالای من برن، یه نمی غلام دوان آمد به خرابه. صدا زد دختران علی نوادگان پیغمبر، بشارت بشارت امروز امام زین العابدین من بر رفته. بشارت زینبین حق به مرکز جا گرفته و احمدی ثانی مقام در قرب ادنا گرفته. البشارت دختر ویران نشین مرتضی و وارثی خونی حسین در فوق من برکرد و جای. امام زین العابدین بالای منبر چشمان به طرف امام زین العابدین دوخته شده. یا آقایی که مردم خارجی میگه ایگو حمد خدا کرد، رو کرد به مردم ایها الناس، هر کی مرا میشناسید بشناسید، هر کی نمیشناسید گوش کنید که من خودم معرفی کنم. صدا از مجلس بلند شد آقا معرفی کن. آقا صدا زد من ایها الناس انا ابن زمزم و صفا، مردم من فرزند زمزم و صفایم. مردم تعجب کرد خدایا ایره میگفت خارجی که میگم من پسر زمزم و صفایم. صدا زد ایها الناس انا ابن مکه و منا، مردم من فرزند مکه و قربانگاه منایم. نزدیک آمد تا رسید به جایی که صدا زد ایها الناس انا ابن محمد رسول الله. مردم من فرزند پیغمبری خدایم. دوباره نزدیک آمد رسید به جای صدا زد ایها الناس انا ابن مجزوز الرأس من القفا. مردم من فرزندی کسی هستم با لبی تشنه سرشو از بدن جدا کرده. اون که داد از ظلم که لب تشنه جان باشد آن بابای من ای مردمان، باشد آن بابای من ای مردمان. اون که شد راسش بنای زجل وگر ای مسلمانان مرا باشد پدر. یزید وحشت کرد مؤذن برو از آن بگو کار خراب شد، به دست خودم خراب کردم. مؤذن رفت بالای مؤذن، همینی که گفت اشهد ان محمد رسول الله. امام صدا زد مؤذن تو را به خدا لحظه صبر کن. یک سوال دارم،
رو کرد به یزید. یه نبی محمدی که مؤذن به اذانش میگن جد توی یا جد من، اگر بگی جد توست دروغ گفتی یا الله، اگر بگی جد من است من یک سوال دارم، چرا اهل بیتشو به خرابه جا داده؟ واچوای هران خالجی باشو روشاین بازو بس حتی جملت فلان حسین، بازو بس حتی جملت فلان حسین. امام از منبر پایین آمدن، زینب منتظرن، گاهی پیش خرابه گاهی بین خرابه، همین چشمش به امام زین العابدین افتادن، آمد دست به گردن امام زین العابدین انداخت، صدا زدم مجون زینب منبر رفتیان. آره اما جون زینب منبر رفتم، گفتی بیشتر از این را به خرابه جا ندیم. آره اما جون زینب همه را گفتم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین سید یا ابن فاطمه الزهراء سیدة نساء العالمین.